تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. سلام شنوندگان گرامی. حالا خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ اتمی خوجه در قرائت مؤلف بشنوید. گفتار 28. آن زمان محمد نسیم یا 20 ساله بوده است یا 1-2 سال بیشتر از 20. خلاص کلام آخرین سال حیاتش در جهان روشن. چون به یک ضرب اشتر مست را از پا می افشانده است، مردم وی را دو آتشه لقب نهادند. برعکس پدر و بابایانش، محمد نسیم به خدمت شاهان گردن نفرآورده به خواست دل خود زندگی می کرده است. چرخ دوران چنین تاب خورده است که آن هنگام در بین شاهان شاخدره و شغنان دشمنی سخت افتاده چند سال دوام کرده است. سبب عداوتشان آن بوده که شاه شغنان عبدالرحیم خان و شاه شاخدره قربان جان همراه به سلام میر قندوز میر کلان می روند. قندوز بدخشان و پامیر را نو ضبط کرده بود و شاهان می بایست تابعیت خود را به میر قطغنی نمایش می دادند. عبدالرحیم خان از شغنان روشان 100 بچه و دختر نورس جمع آورده با خود به میرکلان هدیه می برد. اما شاه شاخدره که از مردم تهجایی بود و دلش به مردم می سوخت، نه غلام و کنیز نه زر و زیور بلکه 10 تایی شاخ میشک و نخچیر را ارمغان می برد و شب امر می دهد که بر دیوارهای قصر شاه قندوز بیاویزند. صبح میرکلان این منظره چشم ربا را دیده بسیار خرسند شده خردمندی قربان جان را می ستاید. عبدالرحیم خان که به همین هم برای به فرمان خود در آوردن شاخدره سایه قربان جان را از دیوار می تراشید، از غایت رشک و غرور دشمن جان او می گردد. بعد از این عبدالرحیم خان برای ملزم ساختن حریفش چند بار می کوشد که از مردم شاخدره غلام و کنیز گرفته به قندوز بفرستد، اما هر بار به مقاومت سختی گردان قربان جان دچار شده به مقصد ناپاکش نمی رسد. در این بین روز می شنود که شاه شاخدره برای گفت و شنید مهم با قرغیزها به مرغاو سفر کرده است. در رو به چند دهه شاخدره نوکر فرستاده بیش از 40 پسر و دختر را از آغوش پدر و مادرشان جدا نموده شباشب طرف قندوز روان می کند. برای آنکه نوکران قربان جان خبر یافته اسیران را آزاد کردن نتوانند، عبدالرحیم خان امر می دهد که کاروان را 40 سرباز همراهی نماید. کاروان صبح دم به داکخانه رسیده سرگذر می شود. قضا را محمد نسیم 2 آتشه که برای شکار به این موضع آمده بود برای آگاه گشتن از قضیه نوکران را می پرسد که نوجوانان نالان و گریان را کجا می برند. این اثنا نوکری بدون پرس و پاس نامردانه از قفا به کتفش تیغ زده دست چپش را از کار می برارد. محمد نسیم با یک دست به نوکران هجوم کرده نیم زیادشان را زده می کشد و خود نیز از خونروی زیاد افتاده هلاک می شود. جوانان از فرصت استفاده برده به هر طرف گریخته پنهان می شوند. همین طریق محمد نسیم گرد به عوض جان خود جان آن جوانان را از غریبی و بیناموسی نجات داده یگانه فرزندش میرزا عزیز را در شکم مادرش یتیم می‌گذارد. پدرم برای ناموس خلقش چی کرد و من ناشود چی کرده ایستادم؟
به پیشانیش مشت زد میرزا عزیز. آه از این شاهان هیله‌گر که آدم را نخاییده فرو می بردند. تا رسیدن به منزل میرزا عزیز فکر می کرد که برای چه بابای و عمک حتی مادرش قصه فاجعه باری قربان گشتن پدر را برایش نقل نکردند. در اینجا چه سر نهان باشد؟ چند سال قبل وقتی دیوانشاه این داستان را حکایت کرد سخت بر رقت آمد، اما از چی باشد فکر هم نکرده بود که برای چه قصه ای را که به واسطه به حیات خانواده و دخل دارد از زبان مرد بیگانه می شنود. بیگاه از مادرم می پرسم نخواد نداند که شوهرش برای چی کار بزرگ شهید گشت و در این باره خاموشی برگزیدن اهل خانوادهش چی معنا دارد؟ میرزا عزیز شاه را به قلعه گسیلاند و زود راه خانه را پیش گرفت. سوختگی دماغ او از نظر شاه زیرک پنهان نمانده است که وقتی خیر و خوش گفت میرزا تمام راه سر در گریبان کشیدی، کدام گپی به تو نفاری؟ من بعد از این قسم گپها را زیاد میشنوی، لیکن یگان تاش را به دل نگیر. و دستش را سخت فشرد و خیر و خوش کرد. کدام پیر درست گفته است که مرد باید سنگی زیرین آسیا باشد، میانت را سخت ببند که ما را سنجش های کلان در پیشند. وقتی به حولی نسبت به خانه های همسایه‌اش حشمتناک خود رسید، حاطه و ساختمان آن به نظر میرزا عزیز بی رنگ و خنک تافتند. همان سیاه خانه پدرم 1000 مراتبه از این گرم و گوارا بود. به آهنگ دریغ فکر کرد و نخواد آن اقامتگاه شرافت را به پناهگاه زلالت تبدیل بدهم. عزیز ما در آشخانه دنبجیگری نوکک از دیگ برآورده اش را به پیاز خوابانده در فتیل پیچاند و با دستارخوان پوشاند. سپس سر پسرش را در کنار گرفت و از پیشانیش بوسید. سلام شهسوارک بی قرارک ننه، دلم گواهی داد که همین روز می آیی. برایت دنبجیگر خوشمزه پختم که خنکی های تنت را برآورد. سپاس نانک دلسوزم. هر دو دست گرم مادر را روی چشمان گذاشت و بوسید. پسر اینقدر یادت کردم. راه به سرم سؤال افتاد و گفتم که اول همان را بپرسم. چی سوال به سر بچه‌ام افتاده است؟ این اثنا خان تخته به دست زن میرزا عزیز در آمد و رشته گپ بریده شد. دختر شوهرش را دید و در زمان مثل گل از خرسندی شکفت. خوشدامن شکرخندی کرد و گفت ای این نهالک بیدماغه که بین تو را دید و یک باره شاخ و برگ برآور کو. مستورما خان تخته را بالای تنور گذاشت و به دو کف رویش را پوشانده به در گریخت. صدای خنده خوشبختانه مادر بلند گشت و میرزا عزیز هم به آن همراه شد. این دختر حالا هم رنگ روزهای عروسی اش شرم می‌دارده، گفت میرزا عزیز. بعضا فکر میکنم که همان روزی برای کوچبند به خانهشان رفتنم برویم همین دختر دویده بود یا کسی دیگر. زیور زن شرم و حیاست بچم. شکر کن که زنت از این ثروت به فراوانی دارد. شما را در کنار همدیگر میبینم و عمرم باز میستد. چشم نرسد. اکنون بگو که در اشکاشم کدام سوال عجیب به سرت آمد؟ نانیک، پدرم برای چی کشته شد؟ بدون زبان خواهی پرسید میرزا عزیز. در زمان به چهره عزیز ما غم سایه افکند. جبینش چین زد. مادر بعد سکوت وزنین به نجوای خسته آلود چنین پاسخ داد. بچم، خواه باور کنی خواه نکنی در این خصوص چیزی نمیدانم. به من مردهش را آوردند و دیگر چیزی نگفتند. کتف چپش شکسته و دستش خونالود بود و چون دید که جوابش میرزا عزیز را قانع نکرد افزود. چند بار از بابا و عمکت پرسیدم، گفتند که مرده اش را در کدام دهه دور یافتند و به چه حادثه دچار آمدنش را کسی نمیداند. میرزا عزیز یقین کرد که مادرش در حقیقت هم در این باره اطلاعی ندارد. حیران شد و گفت من شنیدم که برای از بردبرات نجات دادن جوانان شاهدره هلاکش کردند، لیکن برای چی این گپ را پنهان داشتند عقلم نمیگیرد. مادر آه سردی کشید و مصلحت داد. از آخانت بپرس و حتما میداند. بیگاه سر دستارخوان میرزا عزیز قصه از دیوان شاه شنیدهش را نقل کرد و مدعای دلش را نزد ملا خشال کفاند.
پیاندر اندیشه کنان لقمه دهانش را خاییده فرو برد و گفت: من خبر داشتم که محمد نسیم دو آتشه را نوکران عبدالرحیم خان کشتند، اما نمیدانستم که به شما چیزی نگفتند. البته جهانگیر و محمد عظیم پره آگاه بودند که وی را برای چی کشتند، اما شاید برای آن نگفتند که هر دو افسران دربار بودند و نوکران از سپاه خودشان. آخان، تو گفتنی که بابای و عمکم آدم فروشی شاه را قبول داشتند. ناراضیانه رو ترش کرد میرزا عزیز. بچم، به حساب گیر که آن زمان شاه درعی ها دشمن شغنی ها بودند و جهانگیر سپهسالار شاه شغنان. بابایت البته پسرش را دوست می داشت، ولی چون افسر با شرافت این رفتار خودسرانه وی را قبول کرده نمی توانست. برای همین سری کفیده زیر طاقی گفته سری هلاکت محمد نسیم را به دهان مردم نه انداختند. میرزا عزیز را جواب پخته پدرخوان قانع کرد، اما تشویش دلش بیشتر شد و کمتر نه. از این رو وقتی که زن و مادرش از خانه برآمدند، زود سوال دیگرش را به میان گذاشت. آخان، شاه امر کرد که من بعد به کوچبند مردم من راهبری کنم. سیاهسر معلومات می داده و من بدرغه و بغض گلویش را بلعید و گریه آلود علاوه کرد. اما من نمی توانم، وجدانم نمی بردارد. پدرم سر این ناموس جان باخت و من فرومایه روحش را می آزارم. با شنیدن این خبر دست و پای ملا خشال یک باره سوز شد. عرق سر و رویش را زیر کرد. پسرخواندش مصلحت می خواهد، ولی وی نمی داند چی بگوید. خیلی اندیشید و با صدای شکسته نجوا زد: چو ظلمی از تو آید ناسزاوار، همیشه آن عمل را یاد می دار. چو دانا ظلم ورزد هست ظلمت، زنادان ذلت آید هست رحمت. بباید عاقبت اندیش بودن، برون از خویش و هم با خویش بودن. به شادی جهان دل را مکن شاد، که آن داری غرور آمد ز بنیاد. چو پیشی جاهل نعمت نهی تو، چو تیغی شد که با دیو دهی تو. که چون نادان بیابد از تو قوت، جهانی را در اندازد به مهنت. و با ابروان گره بسته سکوت ورزید. میرزا عزیز به ابیات خوانده اندیشید و گفت: درست، اما راه خلاصی چیست؟ کاری میشدنی شد پسرم. از امر شاه سرپیچیدن به سر خود بلای عظیم آوردن است. دیگر اختیار از دست رفته است، اما همه وقت البته راهی وجود دارد. آخان طاقی از سر گرفت و چشمانش را پوشاند، به اندیشه عمیق فرو رفت و آخرالامر خاموشی را شکست. یوسف علی خان ما را فریفت، ما هم وی را می فریبیم. میرزا عزیز از حیرت سر از درون کتفان بالا کشید. چه خیر؟ شغنان مملکت کلان است، پر از دره و دیولاخ. محکوم شدگان را به یگان گوشه دوردست برتن، شاخدره یا غوند برده جای کنی، کی می داند کجا رفتند؟ جاسوسان سیاهسر یا یگان کس از بین خودشان خبر دهد چی؟ کوچبستگان به عوض نیکی بدی نمی کنند، چون که آنها را از عذاب غریبی در مملکت بیگانه نجات می دهی. لیکن برای زندگیشان جای را انتخاب کن که آب و علف و هیزم داشته باشد. دیگر خود سر و حسابشان را می یابند. بر ضد جاسوسان سیاهسر جاسوسان خودت را تیار کن. کاری کن که پایشان به آن موضع ها نرسد. سپاهی که شدی اکنون سپاه باش. به سیاست همراه شدی سیاستمدار شدنت در کار. ملا خشال می گفت و میرزا عزیز با حیرت فکر می کرد که چیسان این مرد پردانش او را با خرد و فراست خود از چنین چاهی به نظرش بی‌تک جانبی روشنایی می کشد. اجرای تدبیری پیشنهاد کرده وی مشکل باشد هم دل پهلوان جوان را که تشنه کارنمایی و قهرمانی بود به جوش آورد. از جا برخاست و آغوشش گرفت و ندا در داد: خوش به حالم که چنین پدری دارم. در بارگاه شاهبانو شمشاد.
2 ماه تابستان گرم در بخارا پس سر شد، اما تقایبک به جوش و خروش و غوغا و مشغله آن هیچ عادت کرده نتوانست. خانه‌ای که امیر به اختیارش گذاشت همگی 400-500 قدم دورتر از مدرسه مشهور چارمنار در پشت میدان لبی حوض واقع گشته سیر آدمترین موضع این شهر ناپیدا کنار بود. بر ضم دکان و رسته های بسیار در اطراف آبنبار کلانش باز 2 مدرسه بزرگ، کوکلتاش و نادر دیوانبگی و یک خانقاه با برج و مناره های زیبای ناتکرارشان جلوه نمایی می کردند. غلاغله مردم در اینجا حتی شبها نیز قطع نمی گردید. قلندر مشربان سرود می خواندند، میرشبان هنگامه برپا می کردند، مشکابان برای نوبت آبگیری از حوض به سر هم داد می زدند. صبح دمان یک باره از بالای چندین مناره آواز مؤذنان بلند گشته خواه ناخواه خواب او را می پراند. علاوه بر این بویهای مختلفی که از کوچه و پس کوچه و حتی باغ و حولی ها برخاسته به هم مخلوط گشته به دماغ می زدند، رنج بود و باشش را در خانه 2 طبقه بر هوا دوچند می افزود. اگر بیم غضب امیر نمی بود، تمام امتیاز و شرایطی برایش مهیا گشته را پشت پا می زد و به هر جانبی که راست آید از این شهر بدبوی عصب‌زدا می گریخت. و صحرای کشاد یا پشته بلند می برآمد و تا سیر شدن آخرین رشته جانش از هوای تازه، هوای پاک، هوای بی آلایش از این معجزه بی بها نفس می گرفت. اما افسوس امیر او را به این شهر عبادت و تجارت تقایبک بخارا را در پیش خود چنین نامید: بند بسته مانده است. عذاب علیم دیگر درست ندانستن زبان بود. تقایبک در پیش ملا سلطان حیدر سواد برآورده باشد هم از آنکه پارسی میدانستگی او به طرز گپزنی بخاراییان موافق نمی آمد، از گفتارشان قریب چیز فهمیدن نمی توانست. به نظر وی این مردم در همه کار من جمله در گپ زدن هم آنقدر تیز و آسیمه بودند که کلمه های می گفتگیشان را نیز شکسته و بریده به زبان می آوردند. قرغیزی او در این شهر کمتر به کار می آمد، چون ساکنانش همگی تاجیک بودند و بعضیشان ترکی دانند هم به کدام شیوه برایش دشوار فهم سخن می گفتند. با همه این گردش و سیر هر روزه همراه تویچه‌بای و معاشرت دائمی با وی به نتیجه نماند. گوشش کم کم به لحن گفتار مردم عادت کرد و زبانش هم خیلی کشاده شد. بازارگان ترمذی ساعت رفیق نوش را تنها نمی گذاشت. می ترسید که مبادا با تقایبک حادثه روی دهد و وی به غضب امیر گرفتار شود. در این شهر بزرگ هر گونه واقعه را انتظار شدن ممکن است، بالخاصه وقتی که شخص به دربار رابطه دارد. کی می داند در پس او چه سر نهفته و کیها در باره‌اش چه نقشه ها دارند. تویچه‌بای در ترمذ از بخارا دور یک عمر آرزو می پرورید که بار پایبوس امیر مملکت برایش میسر گردد. حالا که به توسط درویش و تقایبک به این آرزویش رسیده است، آن را به هیچ وجه از دست دادن نمی خواست. آخر کسی دیگری نه خود مظفرالدین جلالت مآب به وی امر داده است که تقایبک را همراهی کند، مگر ستاره بخت بروی یک بازارگان مضافاتی گرمتر از این خندیده می تواند. خانه‌ای که تقایبک در آن زندگی می کرد حولی وسیع سنگفرش، دیوارهای راست، دروازه 2 طبقه بلند، درهای منقش چوبین، باغ پردرخت، چند حجره بر هوای فرششان تختگی و اختخانه و انبار تازه و آزاده داشت. این خواجگی نه چندان کلان را مردی غریب نمایی که سلطان قل نام داشت همراه پسرش اسرارقل نگاه بین می کردند. سلطان قل در فلغر گفتنی موضعی کوهستان دور سکونت داشته و به بخارا برای خاناندن پسرش آمده بوده است. پدر و پسر در یک گوشه انبارخانه زندگی می کردند و بر ضمن آزاد بودن از پرداختن پول اجاره سلطان قل برای نگاه بین حولی مزد گرفته بر روزگار و تحصیل پسرش صرف می نموده است.
ستاره این مرد خوشگپ با تواضع از روز اول در نظر تقایبک گرم تافت. بنابراین گاه ناگاه با وی صحبت کرده هم زبان کند خود را به پارسی می کشاد و هم نقل و روایت های مراقاور شنیده لذت می برد. از همین سلطان قل فهمید که تا 2 ماه پیش در این حولی یک افسر فراپایه روس با زنش زندگی می کرده است. وی به زبانهای پارسی و ترکی آزاد گپ زده هر ماه 2-3 مرتبه کاغذهای نوشته به حضور امیر می در آورده است. 2 ماه پیش به کدام سبب مناسبت او با امیر تند و تیز می گردد و بخارا را ترک می نماید. عموما امیر ما به روسها خوشبین نیست، گفت روز سلطان قل. چندین سال با ویها جنگ کرد و از روی شنیدم می خواهد که آنها در دولت مسلمان آبادمان مقام نداشته باشند. تقایبک به نازکی های سیاست سرفهم نمی رفت، اما از آنکه حولی از افسر روس باقی مانده به جهت آزادگی و خوشنمودی از حولی های اطراف بالکل فرق می کرد، در کنج سینه اش به او احترام قائل بود. بخصوص دیوارهای سفیدش این عمارت را از خانه های دیگر که انداوه معمولی داشتند فرق کننده، نظرربا و با حشمت به جلوه می آوردند. آخر ماه 2 زیستنشان در بخارا وقت بیکاری و نامعینی به دل تقایبک و تویچبای تماما زد. یک صبحگاه مرد بلند قامتی که آنها را به اینجا آورده بود سواری یک فایتون قهوه‌رنگ زیبا به حولی در آمد و گفت جناب عالی امر کردند که شما را با چیز و چاره‌تان به قصر نو برده فرارم. آنها 10 دقیقه پس اسباب و انجام خود را به فایتون نهاده با سلطان قل فلغری پناه به خدا گفتند. فرستاده امیر که خود فایتون میراند اسب را ریزه چارپا دواند. پس از نیم ساعت کوچه های خم در خم بخارا پشت سر ماندند و فایتون از کدام دروازه با حشمت شهر بیرون برآمد و راهی پرچنگ و غبار صحرا را پیش گرفت. برابر راست شدن بر راه صحرا بحر دل تقایبک یک باره کشاد. وی حتی چطور برآمدن دوده و غزلتی در دل و جانش جمع شده را حس کرد. به نظرش چنین نمود کوردود غلیظی که 2 ماه باز در تنور سینه اش گیر آمده 7 اندامش را تضییق میداد در شکل ابر سیاه به هوا بر شد و آتش گران سوز دلش یک باره آزاد و سبک به 4 سو زبانه کشید. شادمانی تویچبای نیز حد و کنار نداشت. وی با قیافه آدمان جاسنگین با راحت کرسی فایتون پشت برنهاده حلوای برای تحتول گرفته‌اش را به دهان انداخته و لذت برده به همسفرش می گفت به شما دروغ و خدا راست نونگی چنین حادثه عجیب را در عمر سرم دیدگی نیستم که امیر کبیر صغیر را اینقدر التفات و نوازش کنند. در حقیقت اگر خدا خواهد پسر کی بودنتان را نمی پرسیده است. امیر بیهوده هر کس را قصر به قصر نمی گردانند. در اینجا نونگی یگان گپ کلان، بسیار کلان، نهایت کلان است دوستم. من می بینید که تخمینم درست می براید و شما آدمی کلام می شوید. آه خدا کاری را که تو می کنی شاه و بنده در نزد آن عاجزند. این قصر نو را برای چی در شهر نه در صحرا ساختند؟ پرسید تقایبک. چی شما فکر میکنید که فقط دل خودتان در شهر بغض میکند؟ شوخی آمیز جواب داد تویچبای. امیر هم آدمند، دل آن کس هم غلیظ می شود و جای براحت می طلبد. 3 سال پیش بنای قصر نو را انجام دادند و آن را به اختیار زن ایرانی اشان واگذاشتند. چی خیل ایرانی؟ همین خیل ایرانی صاف. نونگی آن کس هم در اول مانند ایرانیان حالا به دولت رسیده کنیز بودند. بعد امیر مظفرالدین عاشقشان شدند و به زنی گرفتند. پسرشان عبدالاحد خان بهادر در کرمینه حاکم می باشند. نونگی یکی طالعمان بلندی کند و خود شهبانو شمشاد ملکه ما را باردهند، آنگاه راهگردی امان بالای تنگه و چلا می شود. چرا چنین گمان می کنید؟ برای آنکه از تمام زنهایشان امیر آن کس را از همه زیادتر دوست می داشتند و از همه بیشتر گپی آن کس را می گرفتند. این طبع شود اگر نونگی دادرجان بجل ما چنان آلچی می خیزد که ماندن گیرید.
صحراهای ناپیدا کنار جای سبز بودند و جای بیابان، هر جا پشتهای خاکستری به هر صورت و شکل بلند گشته و افتاده، منظره های به هم مانند هموار زمین را رنگ و جلای تازه عطا می نمودند. کشتزاران تلاگون، نهرهای سرسبز، باغ و بوستانهای شاد و خرم، درختان گوناگون میوه‌دار و بی میوه، گل و گیاهای هزار رنگ، از حرکت یک مرام فایتون در دو طرف راه سینمالان قفا می خزیدند و شمالک فارم دماغها را با بوی گوارای چمن و بوستان طربناک می نمود. خورشید تاب و توان تابستانش را هنوز حفظ کرده باشد هم سایبان بام تختگی عرابه شست آن را گردانده رنج راه را بر مسافران آسان می گرداند. در آسمان اندکی گردآلود لکه ابری به نظر نمی رسید. فصل همه خامپز طبیعت را زیر فرمان گرم و نرم خویش آهسته و ناعیان می پزاند. چند فرسخ پشت سر ماند، اما غیر چشم داشت تقایبک نه کوه پیش آمد و نه دره‌ای. نه خود زمین اینقدر هموار و غله‌زار و پردار و درخت هم شود. به حیرت به خود می اندیشید مسافری برتنگی. خداوند این مردم را چقدر دوست داشته است که چنین زمین حاصلخیز و سیرپهنا را برایشان عطا نموده است. تمام برتنگ من به اندازه ان همین دهکده کشتزار ندارد و با ندابت زیر لب پیچ پیچ زد. ما چه گناهی داشته ایم که در آن موشخانه های تنگ بلند گنجشک روزی امان کرده باشد؟ بعد از پیشین فایتون به چارباغی کلان شاداب و سیر درختی در آمد و در نزد بنای با حشمت ایستاد. هوی چه خیلی زیبا نونگی، کفش را بر پیشانی لپر کرده ندا برآورد تویچه‌بای. این دردانه را چه نام گذاشتند؟ نام ندارد، جواب داد فایتونچی دمدوز که تمام راه کلمه به زبان نآورده بود. هم تو قصری نو میگویند. و چابک به زمین پرید و راه دروازه را پیش گرفت. این بینید آشنا، هر یک کنگوره‌اش بچه کوههای دیار شماست. به بیان تأثیراتش دوام داد تویچه‌بای. ای به عقل و خردتان گردم امیر جان کبیر جان، اینجا شهر می شود، نونگی یک بخارای دیگر. هوایش را نمی گویی؟ گپ آشنایش را قوت داد تقایبک. گویا نوشدارو خورده باشم، جانم یک بارت در آمد و بیدار و هوشیار شدم. نونگی در راه گفتم که امیر هم برای از هوای گرم و ناراحت کننده بخارا پناه کردن سر خود و خانواده اشان مخصوص این قصر را ساختند. شنیدم برای انتخاب کردن مکان ساختمان سراسیمه نشده جایهای زیادی را از نظر گذرانیدند. چندین موضع را پیشنهاد میکنند اما امیر قبول نکردند. آخران کدام یک دانشمند مصلحت میدهد که نونگی گوسفند پوست کنده را به میدانهای انتخاب میکرده پرتافته چند روز مشاهده کنند. در کدام جای گوشت از همه دیرتر بوی گیرد بنای قصر را در همان جا اندازند. همین طور آشنا گوشت در همین جا تازه میماند و امیر به امارت قصر نو فاتحه میدهد. این اثنا فایتونچی رسید و چنین خبر آورد: تورجان ها، جایتان آماده شده است. خوراک میخوریم، گرمابه میرویم. فردا صبح خود شهبانوی دولت خانم شمشادی ولی نعمت با شما ملاقات گذاشتند. انشاءالله ماشاءالله دست به دعا برداشت تویچه‌بای. نونگی دولتشان را زیاده گرداند، سایه‌شان را از سر این بندگان زار یک نظرشان هرگز کم نگرداند. الله اکبر. تقایبک به صورتی از غلیان هیجان سرخ گشته و روحی از غایت خوشبختی بالیده دوست ترمیزیش نگاه میکرد و حیران میشد که برای چه جان و روان خودش را چنین حالت فرا نمیگیرد. شاید تویچه‌بای یقین میداند که از ملاقات با شاهبانو چه سودی به دست می آورد، ولی او هیچ فهمیدن نمی تواند که در چنین بارگاه عالی به شخص عاجز و غریب او چه نیازی داشته می توانند. درست که امک دخترش را به دربار گرفتند، ولی دربار دست نارست به مثل گلدسته صدها کنیزک بی فریاد رس دارد و زنده و مرده اشان در اختیار صاحبان این قصرهای محتشمند. در این میان از تقایبک حقیر و غریب چه میخواهند او هیچ تصور کرده نمیتوانست. البته
تویچه‌بای تخمین‌های برایش میگفت، ولی هیچ کدامشان در دل حیران طهای بیگ نمی‌گنجیدند. انجام گفتار 28. شنونده های گرامی، شما خوانش بدیعی رو از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ اتامیر خوجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبدلای جا محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.